سلام به چنل لژ گیمی، خوش اومدین. دمتون گرم که همراه ما هستین. امروز آقا قراره یه بازی طوفانی رو با هم دیگه بریم. سیفو رزمیکاری. من عاشق این بازیای رزمیکاری هم دیگه هستم، مخصوصا سیفو که اصلا شاید سال پیش اومد دیگه. من حدود یه ماه روی این بازی بودم، اصلا نتونستم پاشم، هی میرفتم فایت میدادم. اصلا خیلی دیوونه این بازی هم، دلم هم نیومد براتون نذارم، چون میدونم که خیلیاتون هم شاید بازی کرده باشین. خیلی بازی فوق العاده ای بود، آی جی ام بهش 9 از 10 داد. و اینکه گفتم براتون بذارم یه بار دیگه از اول تا آخرش بریم با هم دیگه، حال کنیم، کیف کنیم. فقط قبل از اینکه برم سراغ بازی، خوشحال میشم مثل همیشه ما رو با لایک و سابسکرایب قشنگتون حمایت بکنین. دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از آخرین اخبار چنل لژ گیمینگ با خبرتون کنم. برو که بریم. خب آقا، این از صفحه اول بازی و من یه چیزی راجع به این آرنا بهتون بگم، بعد بریم که بازی رو با هم دیگه شروع بکنیم. اینجا این کارت ها رو میبینین که گذاشته براتون. این یه چیز خیلی خفنی بود که توی بازی اضافه کرد و من خودم یکی از کسایی بودم که یعنی خیلی اعتراض داشتم سر این قضیه. چرا؟ سیفو کلا بازی فایت دیگه، یعنی کلا به مبارزه‌اش معروفه و شما یعنی نمیشد قبلا بخوای فایت جداگانه بدی. وقتی میخواستی فایت بدی از اول باید دوباره بازی رو استارت میزدی، همون استوری لاین رو میرفتی، حالا وسطش فایت میدادی. یعنی من همیشه توی بازی منتظر یه استیجی بودم بهم بده که تا صبح انمی بریزه سنم من اینا رو بزن ببینم یا یه رکوردی ثبت کنم. اون نبود. اینه که این بخش آرناش خیلی بکار بود، یعنی اومد یه سری این کارتایی که الان دارم اینجا بهتون نشون میدم و داد که تو هر کدومش 5 تا مرحله است که اینجا انمیا همینجوری میریزن رو سرتون و شما فایت میدین و لذت میبرین. که بهتون پیشنهاد میکنم که آخرش که بازی رو تموم کردین سراغ این آرنا بیاین. و دیگه بهتون بگم که این الان 46 تا ببری میخواد. نه من 46 تا ببری دارم، 25 تا ببری میخواد برای اینکه باز بکنه این کارتا رو دیگه. یه چند تا دیگه داره، من 4 تا دیگه داره که من باید بازش کنم و برم. بقیه‌شون هم که کامینگ سونن. خب بریم بازی رو استارت کنیم با هم و حال کنیم. آقا اون بالا رو نگاه بکن، یه نفر، 2 نفر، یکی دیگه هم الان میپره، سومین نفر. اینا رو باید تیز باشیم بگیرین، هر کسی بهتون نمیگه. خب این آقا اسمش ینگه، چشش هم چپه و حالا در ادامه متوجه میشین که کیه دیگه. خب اینجا یه توتریال خیلی خلاصه ای داره از اینکه چجوری پری کنین و اینا. خیلی فایتاش خوبه واقعا. من این مشکلی که دارم اصلا صحبت نمی کنم، همینجوری فقط میزنم و میرم. خیلی فایتای جذاب و زیبایی داره این بازی. اکزیکیوتاش عالیه. ببین ته این فایتاش که اکزیکیوت میزنه خیلی خوشگل میزنه یا رو ناکاوت میکنه. نگاه کاملا رزمی. خب اینجا یه مدرسه کنفوه و ما در واقع اومدیم و همونطوری که داریم میبینیم تمام این رزمیکارا رو این اسمش شانه، یکی از خفن ترین هاست تو بازی. حالا این هم متوجه میشین که چیه داستانش. بعد جونم براتون بگه که ما اومدیم این مدرسه کنفوه رو کلن داریم نابود میکنیم دیگه. کارگردان بازی یا سازنده بازی ادعا کرده بود که ما زیاد رو داستان این بازی مانور ندادیم. اونایی که دنبال یعنی یه بازی خفنن باید به گیم پلی این بازی بیشتر دقت بکنن، تو داستان نیست با مانورمون. و واقعا هم همینه، داستان خاص اونجوری نداره ولی گیم پلیش واقعا محشره. بعد یکی از چیزهایی که توی فایتاش خیلی دیده میشه اینه که بالا سر انمی اصلا هیچ
علامتی از این که این میخواد بهت اتک بده و اینا نمیاد. یعنی شما باید حواستون باشه تو بازی. یه دفعه میبینی که مثلا 10 تا مشت و لگد داره سمتت میاد و اگه دست و پای حریفات رو این اسمش فجاره. من اینو خیلی دوست دارم. من به میگم جعفر. این کلا کارش با گلوگیه، خیلی بچه تمیزیه. بعد چی داشتم میگفتم؟ حواستون به دست و پا خیلی باید تو بازی باشه. این هم که سیفو، این کروکیه، این چی بود؟ جیمفنگ؟ یه هم چیزی جیمفنگ فکر میکنم. آخ این 5 تا نفر اصلی بازی هم دیگه، نفرات اصلی بازی. میگه تو میدونی من برای چی اینجا؟ نمیدونی؟ فقط کنار وایسا. ببین اینا بهتون بگم اومدن دنبال یه چیزی اینجا. این ینگ سردستشونه. اینا اومدن دنبال یه داستانی و که دست این سیفوه، این استاد است، توی این جعبه است و اومدن ازش بگیرن. استاد هم الان میگه که آقا نباید یه سری چیزا رو بهت یاد میدادم دیگه، الان خیلی بیش از حد میدونی و با اومدن به اینجا امشب به من یه شانس دوباره دادی که نابودت کنم. این اولین باس بازیه در واقع. کلا سبک بازی داره بهتون میگه چه جوریه دیگه. میرین از اول همه رو میزنین زیر دستا رو، بعد میرسیم به باس و دیگه بقیه‌اش هم که باید ببینید چی میشه. باس اول بازی رو یه مقداری نسبت به اون شخصیت و داستان خیلی ضعیف ساختن. نگاه من الان تو 2 دقیقه زدمش. بعد باسا 2 تا پارت داره. پارت اول که همونجا باشون مبارزه میکنه، پارت دوم میرین تو بیس باس. این عالی ترین چیزیه که برای باس گذاشتن، یعنی میرین دقیقاً اون جایی که خودش دوست داره شما رو میبره و فایت میرین تو زمین باسه. نه حرف نزنیم دیگه، بیا فایت بریم. از حرف زدن متنفر. بعد یه سری اسکیل اینجا داریم دقیقا مثل همینی که من زدم. این اسکیلا بهتون کمک میکنن که شما بتونین بهتر عمل بکنین و گارد باستون رو بکنین. بعد تمام. اوف. ضربه آخرم زد به باس و تمام. استاد مرد و اینجا شخصیت اصلی بازی میاد و کارو جمع میکنه. آها، ینگ رفت سراغ جعبه و متوجه یک موضوعی شد. بوی بوی. خیلی بچه مؤدبی هستین. این دنیا رنگی شد از نظر اون بچه، ولی میدونه که اینا آدم های بدی هن. آخ 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 آخ. تمومه کار، تمومه. تپ اینجا میزنه این بچه رو میکشه این جعفر. خب ولی داستان چیه؟ اون چیزی که ینگ دنبالش بود در واقع یک نشانی بود که الان تو دست این بچه داریم میبینیم. این قرار بود تو اون جعبه باشه، اما استاد میدونست، خبر داشت که اینا دارن میان، اینو داده بود به این بچه. خب این نشانه هر بار که شما بمیرین دوباره زنده‌تون میکنه، ولی 1 سال پیرتر. یعنی این بچه اگه مثلا 8 سالش بود الان شده 9 سالش دیگه. این استادم پدر این پسره بود و اینجا میریم توی صحنه توتریال خفن که هم تمرین بهمون یاد میده، هم یه موزیک فوق‌العاده‌ای داره، هم این که تمام سازنده‌های بازی رو میاره نشون میده و فوق‌العاده توتریال خفنی داره. هیچ بازی رو من مثل سیفو ندیدم که اینقدر توتریالش لذت بخش باشه. همیشه شما تمرینا فرار میکنی، میگه آقا خودم بلدم، میدونم چیه بلدم. ولی این بازی دقیقاً جوریه که دوست دارید
این تمرین همینجوری ادامه پیدا کنه. خیلی خوشگل درست کردم. بعد موزیک، چه موزیک خوبی براش گذاشتم. خب ببینید اینجا در واقع البته کار اصلی که میکنه داره یاد میده که شما چجوری با باسای بازی مبارزه کنین. اولی فجار بود، ببین الان شانه. داره بهتون یاد میده که چجوری داج بدید. اولی پری بود، دومی داج بود، الان سومی رو میاد. کروکی، وای این کروکی بد مرزه. این میگه به کروکی یه دونه باید بزنی پرچه، بعد بری سراغ بقیه ماجرا. خیلی خفن. این هم که جین فینگه، اینو باید زیر پا بزنی دیگه. فتحه باید بزنی براشو بفرستی شو. و میرسیم به آخرین باز که ینگ باشه. The leader Kill ینگ. ینگ افتضاح ترین باس بازیه، افتضاح ترین. یعنی اصلا یه جوری میزنه آدم کج میشه. خیلی تیتراژ اولشو با توتریال و اینا خیلی خوب درست کردم واقعا. هیچ بازی من ندیدم مثلا مثل این باشه تمریناش. میگم هر موقع من تو تمرین مثلا یه بازی چیزی میرفتم همش دنبال فرکری میگفتم آقا من بلدم اینو بلدم اونو بلدم برو تو بازی. ولی این خیلی خوشگله، آدم دوست داره یه وایس تمرین کنه. خب آقا این خونمونه. خب این کمد لباسمونه. بعد اون آرناه بود بهتون نشون دادم. توی اون تمرینا رو که برین همه کار رو انجام بدین یه سری سوت براتون آزاد میکنه که میاد تو این کمد و میتونین بپوشین و حال کنین. این هم که عکس سیفو. این درخت جهانه، درخت جهانیانه. این اسم خودم براش انتخاب کردم. اینجا شما توی بازی موقعی که دشمناتون رو میزنین یه سری ایکس پی بهتون میده که میاد اون بالا. ببین الان میگه برای گرفتن این 500 تا ایکس پی میخواد، نمیدونم یکی 500 تا 500 تا 750 تا همینجور میاد تا پایین. نزدیک فکر کنم 20 تا داره. این اسکیلا رو میگیرین، بعد میتونین اسکیلا رو آپگرید بکنین و خیلی خفن‌تر و قوی‌تر میشین دیگه. خب اینجا هم دیگه ببین الان مثلا از اون تایم بچگیش که زدن کشتنش و دوباره زنده موند اومد، فکر کنم مده 10 سال گذشت. الان تو سن 19 سالگیشه فکر کنم، که هر کدوم از اون باسا اون 5 نفری که اون آخر دیدیم واسه خودشون کسی شدن. مثلا فجار باس اول بازیه، این با یه سری گروهی کار میکنه که تو کار تولید موادن و اینا و قدرت کنترل گیاهان رو داره. خب شان قدرت کنترل آتیش رو داره. مثلا یه سری این چیزا دیگه اینجا نوشته همه رو در موردش که چی کار میتونیم بکنین. روی این بورد زده. این هم مال فجاره اینا. بعد بریم که بازی رو استارت کنیم و چقدر خفن درست کردن زمینای این باسا رو. یعنی هر کدوم از این باسا توی محلی هن و اون محلشون دقیقاً رو استایل اون باس میشینه و فوق‌العاده استیجای خوبی برای فایته. به همه چی یعنی دقت شده تو بازی. خب بازی رو میریم. اینو بهتون بگم تو این بازی اصلا قبل اینکه حرف بزنین برید تو صورت یارو فایت بدید. این بهترین کاره، چون جز تله هیچی براتون نذاشتن. خب اینجا رو میریم. میونبر هم داره این بازی، ولی باید تا آخر برین حتما که بتونین میونبراشو باز بکنین
و بعد دوباره وقتی خواستین از اول بازی بکنین دیگه لازم نیست همه این مراحل رو طی بکنین، راحت میتونین از میانبر استفاده بکنین و بازی کنید. برسیم به باس. این چیزی که الان دیدین من یه ضربه زدم یارو همون موقع اکزیکیوت داد به این موقعی که طرف حواسش نباشه بهش ضربه بزنی، همون ضربه اول براتون اکزیکیوت رو باز میکنه و این خیلی پوان خوبیه که بتونید سریع انمیاتون رو بین ببرید. بعد این بازی سبکش به سبکش میگم بیتم آپ که من خیلی از این سبک خوشم میاد واقعا. حیف بازیای زیادی اینجوری ما نداریم به قشنگی سیفو، یعنی بهترینشون دیگه سیفوه. اونجوری مثل سیفو حتی جذاب نیستن اصلا، این از همه‌شون واقعا بهتر. و به و چه حالی میده موقعی که شما وارد یه جمعی میشین که مثلا 10 نفر 15 نفر تو اون جمعن میخوان باهاتون فایت بدن و میریزن سرتون. این فایت ها توی سیفو از همه بیشتر حال میده. خیلی خوبه. بعد توی این بازی سعی کنین زیاد داج ندین، یعنی داج دادن زیاد به دردتون نمیخوره، بیشتر پری کردن خوبه، چون اون در واقع باری که بالای سر اینا هست برای شیلدشونه، هر موقع اونا بشکنه بهتون اکزیکیوت میده و شما با پری کردن اون باره رو سریعتر پر میکنید. وقتی داج بدین پر نمیشه اون بار. بذار برم کی مونده دیگه؟ آها باگ خورد یه لحظه. آها حواستون به این درهای مخفی باشه که توش فوق العاده چیزای مهمی هست. مثلا یه دفعه مجسمه پیدا میکنین برای آپگرید کردن اسکیلاتون، خیلی به درد میخوره. همشونو بگردین بعد مرحلتون رو ادامه بدین. خیلی خوشگل فایت میده اصلا، همه جوره فن این بازی هم دیگه. یه سری از اینا هم هستن موقعی که روشون اکزیکیوت میزنین نمیمیرن و دوبار باید بینا. دقیقا یکیش همین الان داشتم صحبت میکردم، این الان با اولین اکزیکیوت نمرد، قوی تر میشه، دوباره باید باشون فایت بدین تا اکزیکیوت بده، سری دوم اینا از بین میرن. و اینم اسکیلاتونه، حتما توی فایت باید از اسکیلا استفاده کنین برای اینکه شیلد طرف رو بتونین بشکنین و بتونین بزنینش. فقط باید حواستون باشه که اون بار شیلد خودتون اینجوری نشکنه که افتضاح دمیج میخورین دیگه. خب این بمیره. بعد اکزیکیوتار هم حواستون باشه حتما از اکزیکیوت استفاده کنین، اینجوری نباشه بگین حوصله ندارم و اینا، به خاطر اینکه اکزیکیوت جونتون رو پر میکنه، باعث میشه اچ پیتون پر بشه. خیلی مهمه. ببین یعنی اچ پی من خوره خالی اکزیکیوتو که زدم یه کوچولو بهم اچ پی داد دوباره. خب اینجا بریم و آها این مجسمه ها رو دارم میگم. ببین اینا رو که میگیری، حالا من بیشتر این فوکسم رو پر میکنم، این بار فوکس پر بشه خیلی خوبه. هم هر موقع از این مجسمه پیدا بکنی اچ پی تون رو کامل پر میکنه، تا هر جای بازی که باشین با هر اچ پی تون کامل پر میشه. و دومی چیزی که وجود داره این قضیه است که یه سری اسکیلا بهتون میده که خیلی به درد میخوره. الان بهتون میگم. آخ من اینا میگم کیک خامه، اینا فقط ظاهر رو حفظ کردن، در باطن فایت هیچ چیزی نداره. نگاه من الان دفاعشون رو بهتون یاد داد و اینجا هم میرین که بزنین و تمام.
فقط ظاهرا. خب اینجا اینو باید ور داشتیم و بریم. این آسانسور رو باید بریم پایین و خیلی شیک و تمیز یارو زد. تمام درا رو دونه به دونه بریم تو بگردیم، خیلی مهمه. ببین من اول یه دونه چیز داشتم، فوکس بار داشتم، الان شد 2 تا. یه دونه دیگه به مجسمه بشه، مجسمه بده میشه 2 تا و نیم. دوباره یکی دیگه بده میشه 3 تا. فکر کنم 3 تا دیگه آخرش، یه 3 تا آخرش، یه 4 تا که پشت سر هم میتونین روی یارو اسکیل بزنین و خیلی راحت از بین ببرینش. این ریورسی که بعد پری بهتون میده خیلی به درد میخوره. اینم از این. خب اینجا ببین چیزایی به درد بخوری داری یا نه، همه رو باید برداریم. اینجا کجاه؟ خب بذار این در رو بریم تو. آها ببین یه مجسمه دیگه هم اون ته. اوه 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 یارو چه حرفه‌ای گرفونه. اوه یکیشون رو حداقل از بین ببریم ما. البته اینم بهتون بگم یه سری موقع ها حالا باید آشنا بشیم با سبک مبارزه این، ولی دوباره ما این فوکس بارمون رو بالا ببریم. باید آشنا بشیم با سبک مبارزش. بهترین سبکی که شما میتونید توی مبارزه رو طرف پیاده کنین، هر کدوم از این انمیاتون یه الگوریتم فایت دارن خب، و شما باید اونو پیدا بکنین، ریورس بکنین، دقیقا این همونو رو خودش پیاده کنین. آقا این نوره خیلی میزنه تو صورت من به رفیقم گفتش نه اوکیه، ولی من چشم داره اذیت میشه و من با خودم یه عینک یواشکی قاچاقی آوردم تو. اینو میزنیم که آخه راحت بتونیم بازی کنیم. آرسن لوپنی. خب همینجا ما اینو پرت میکنیم و اوف عجب اکزیکیوت خفنی بود. خب این هم همینجا میگیریم و میریم پایین. به به دوباره فایت های تعداد بالا. چقدر من دوست دارم این فایت ها رو. اینایی که چوب و اینا دستشونه گاهی وقتا نگاه مثل همین الان مثلا داجم بدین خیلی به درد میخوره، چون این چوبه بالا سر شما رد میشه میخوره تو صورت بغلیش و این خیلی خوبه. اینو بزنیم و آخ 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 نخورد طرف. بزن اینو بزنیم اچپیمون پر شد، تقریبا پر شد. این از اینو تمام. این شیشه ها پرت میکنید تو صورتشون، خوبیش اینه دیگه دفاع یارو میاد پایین. خب یه چوب اینجا نداره ما برداریم. آها ایوه این چوبه رو دلیل دارم که میگم یه چوب نداره برداریم، دقیقا به خاطر پشت این در. اینو میبینی اینجا وایساده، الان 2 نفر دیگه هم میان با این سیس خفن. همینجا من چوبو پرت میکنم تو صورت اینو، اولین نفر رو اونجوری میزنم، اینم از خودش، اینم از بغلش. فکر کردم
خیلی حالیشونه. خب نیو لول های اسکورم براتون زدم که دیگه اصلا حرفی نباشه توشه. به به این مجسمه رم پیدا کردم و دوباره فوکس بارمون رو پر کنیم. فکر کنم الان 3 تا فوکس بار دارم راحت. خب دیگه داریم نزدیک میشیم به اولین باس بازی فجار. به به باس فوق العاده خوبی هم هست، خیلی اوکیه یارو. ببینم این در باز میشه. پرایوت رومه، هیچ عیبی نداره. میریم و به نگاه، این مثلا گیاهی ها رو کنترل میکنه، یه بابا آدم میکاره مثلا با دست میاره بالا. نگاه الان نشون میده. آها مثلا رزماری فهمید ما اومدیم دیگه. استایل رو نگاه داره میره. همینجا فجار رو پری میکنم با یه اتک. آها این هم بهتون بگم یادم رفت، این بازی 2 تا پایان داره دیگه. یه دونه پایان خوب داره، یه دونه پایان بد داره. شما در واقع کارتون اینه که لوپو بشکنید. ببینید این یه لوپ انتقامه دیگه. اینا اومدن در واقع پدر شما رو کشتن، استاد شما رو کشتن و شما افتادین دنبال انتقام. بعد 10 سال قراره اینا رو از بین ببرید و اگه انتقام بگیرین که همه میمونن تو اون لوپه، چون یه سریا دوباره میان مثلا بچهای اینا میان از تو انتقام بگیرن و همینطوری بچهای اینا بعد اینکه اینا رو کشین بچه‌هاشون میان ازن انتقام میگیرن. چیز افسانه‌ای نه دیگه. مثلا یه سریای دیگه شاگرداشون یا کسایی که تو تیم اینا بودن میان از شما انتقام بگیرن و این لوپ هی تکرار میشه. ولی اگر این لوپو بشکنین یعنی ببخشیدشون، باعث میشه که دیگه اون چرخه انتقام کامل نشه و شما به آرامش درونی برسید. که من آرامش درون رو انتخاب کردم و الان فجار رو میخوام ببخشمش. ولی نه به همین راحتی ها، بخششش به همین سادگی نیست. یعنی شما اون سپر اون بالا رو میبینی، اون باید کامل پرشه. بعد اولین بار نباید اگزیکیوتش بکنین، بار بعدی بهتون اجازه میده که اسپیر کنین و ببخشینش. برای این کارم 24 پشت هم باید پری کنین. یعنی اگر میخواین اسپیر بکنین پشت سر هم باید پری کنین، چون اگه بزنین از اچ پیش میره، بعد اچ پیش هم تمام بشه دیگه نمیتونین ببخشینش، باید بکشینش. هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. ببین این اولین بار من الان میتونم اکزیکیوتش کنم، نمی کنم. میریم برای بعدی رو دیگه میتونیم بزنینش چون سری پر میشه دیگه اون باره. آخ فرار کرد. اوه اوه اوه. آها اسپر رو داد و اوه اینی گیوتین قفل کرد. ولی خب ما تو رو میبخشیم، با اینکه تمام زیر دستاتو قتل عام کردم ولی تو رو میبخشم چون میخوام به آرامش درون برسم. سفید شد همینجا. این همون چرخه انتقامیه که ازش حرف میزنم. این چرخه انتقامه خیلی مهمه. بیا این گلر هم به ما هدیه داد. آقا مشتی بودی ما رو بخشیدی، منم بهت یک گلدون با 2 گل هدیه میدم. عالیه. خب بریم
برای باس بعدی، فقط قبل از این که بریم برای باس بعدی اینو بهتون نشون بدم. از 3 تا لباس دارم، یکی دیفالتشه، یکی مشکی است که مال انتقامشه تا آخر برین، یکی این سفید است که مال بخشششه. اما چون میخوایم ببخشیم من لباس سفید رو انتخاب میکنم. این هم که مال ترینینگشه، میان اینجا تمرین اینا میکنین که کمبوهاتون رو بتونین تمرین کنین. کمبو خیلی مهمه تو این بازی، اگر بتونین خوب یاد بگیرین فایت‌های فوق العاده لذت بخشی رو میتونین تجربه کنین. خب اینا همون اسکیلایی بود که گفتم بهتون ایکس پی میده که بتونین بخرین و هر کدومو که نیاز داشته باشین میتونین بگیرین. 5 تای بالایی اصلا به درد من فعلا نمیخوره، تا اینم به دردم نمیخوره. آخ این وای، ببین این موقعی که یکی ایستک سمتت پرت میکنه سری شیشه رو میگیری محکم میزنی به سمت خودش، این خیلی به درد میخوره، این عالیه. این به درد نمیخوره. وای این ببین یه سری دخترایی هستن تو بازی اینا به پات اتک میدن، بعد نمیتونی، یعنی یادت میره نمیشه اینا رو پری کرد، پری میشه کرد نمیشه داج داد. خب بعد اونا رو فقط هم باید داج بدی، پری زیاد به درد نمیخوره براشون، چون سری این بار سپرتو میشکن و بعد به 2 تا خفم میزن. ولی این اتک پایینو که میده میفتی رو زمین، یه اتک دیگه رو زمین میخواد بدوده، البی رو میزنی، حالا اون میفته رو زمین تو سرپایی، خیلی عجیبه. اینو سری بگیرین، این اسکیلر رو سری بگیرین. وای این ببین این هر دوی اونا هم خفن تر، یعنی هر چی گفتم نصف اینم نمیشه. چیکار میکنین این اسکیل؟ تمام آیتمایی که رو در دیواره، رو زمینه، رو میزه، رو هر جایی که هستش، خب اینو شما دیگه لازم نیست دایره بزنی اول ورداری بعد حالا با آربی بخوای پرت کنی، یه دونه آربی همون موقع میزنی همونجا هولش میده میخوره تو سر یارو. این خیلی آیتم بکاری، پس ما اینم میخریم. بعد هر چی بخوایم میتونیم بگیرین دیگه، بس دیگه داره چی مثلا حال بکنین دیگه. ببین الان مثلا این چیه؟ آها این خوبه، این 2 تا از ببین اون فوکس باره بود پر میکردم به خاطر همین بود. الان این حرکت 2 تا فوکس بار تو ازت میگیره. ما 3 تا الان داریم، اول یه دونه داشتیم، ولی در ازاش حدود مثلا 1 دقیقه تو فایت یارو کلا شیلدشو میاره پایین، میگه آقا بزن نابودش کن، هر کی که میخواد باس باشه میخواد چی باشه هر کی از تو بزن نابود کن به مدت 1 دقیقه برو اصلا واسه خودت. و دیگه چی؟ نه اینم نمیخوام، اینا رو هم نمیخوام. این چیه؟ نه اینم نمیخوام. اینم خوبه، اینم چیز جوابیه، یه سری کمبو دیگه اینا. خب آقا باس بعدی شانه. شان گفتم که میتونه آتیشو کنترل بکنه. خب بعد یه مدرسه رزمی خودش واسه خودش راه انداخته توی کلوبای زیرزمینی. بعد اینم خلافکار شده دیگه، اینا همه به گند کشیده شدن اصلا، ولی خب واسه خودش کسی الان بریم اونجا مثلا باس و همه بهش احترام میذارن، همه اسمشو میدونن. نه صحبت نکنیم، سری با هم دیگه فایتو بدیم. حالا من میزنم و تمام. این کارشون تو فایت خیلی خفنه که مثلا بغل دیوار باشه، پله باشه، اینا با اونا رو یارو یه فن میزنه. تو هم میخوای با من حرف بزنی؟ من با هیچ کسی اینجا صحبت نمی کنم. این هم تو کله تو میزنم. اینو همینجا کارشو بسازیم و تو هم همینطور. این همینی بود که خریده بودم و میخواستم روی امتحانش کنم ببینم چجوری. خب آقا این کلوپ شانم خیلی خفنه. نخوردش. دیدین اون آربیه چقدر به دردمون خورد؟ سریع 2 تا شیشه رو پرت کرد سمت یارو، کارشون رو تمام کرد. ببین هر چیزی دم و دستت باشه میگیره پرت میکنه. این هم از این. بزن
به کجا میرسی؟ اینم از اینو کاش میذاشتم اون شیشه‌ش رو پرت کنم. آخ اینا اون دخترایی هن که من به خاطرشون اون اسکیله رو گرفتم، گفتم رو زمین میافتیم نمیتونه. اینا بد کوفتی هم اینا. آخ ببین میخوری زمین ولی اینجا اون میفته زمین تو سرپایی. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ این یکی اسکیله که گفتم 1 دقیقه این نمیتونه هیچ غلطی بکنه رو انتخاب میکنیم و تمام کارشو ساختیم. یه مجسمه هم اینجاست و فوکس بار 4ممون هم باز میکنیم. الان رسما 3 تا فوکس بار کامل داریم. اینم همین اول میزنیم، اینم همینطور، اینم همینطور و میایم اینجا وارنه یه فایت خوب میریم. آخ این داره بد میزنه، این داره کار خرابی میکنه. ما سریع باید جلو این آقا رو بگیریم. تمام اینو بگیر. ببینی اون آربی خیلی به درد میخوره، هرچی بغله تر رو سریع پرت میکنه سمت یارو. اوه چقدر بد زد تو سرم اون شیشه رو. خیلی بریم اینجا، هر کاری میکنی. اوه بغل چشش تو بمیر. وای ارتفاع. آقا من ترس از ارتفاع دارم ولی خیلی دوست دارم ببینم آخ یکی ارتفاع پرت بشه پایین. خاطر همین همه رو پرت میکنم پایین. خیلی سریع فایت رو تموم کردیم. مثلا اورایت نداره. تو هم بیو. عجب آدم گندی. خب سریع همینجا بمیر و کارو جمع میکنی. اینم از اینو. جونمون کمه، خیلی باید حواسمون باشه به این قضیه. من نمیدونم چه بخششیه وقتی همه رو میزنی لتو پار میکنی یه نفر رو میبخشی دیگه یعنی چه؟ من سریع اونو اونجا بزنم چون این دخترها همونایی که میندازنتون زمین. بیا جلو. خیلی فایت با اینا چندشه. بزن تو صورتش. وای اینجا رو ببین. اینو که الان یه دونه پشت میزنم خورچ. اون چه وضع پرت کردم از بین اونا پرت کرد دقیقا. این هم افتاد تمام. این هم افتاد تمام. حالا میرسیم به اینا. یکم ببین صحنه رو میبینین من وقتی فایت میدم چقدر تغییر میکنه. هی داره قرمز میشه، رنگش عوض میشه. آخ من سریع باید یکی از اینا رو سریع هم باید حذف کنم و ترجیحاً اون گنده ها رو. سریع بمیر. همینطور. خیلی به همین راحت.
فضای فایت تغییر کرد، کلا اچ پی مونم پر کرد. ناب درست کردم بازی رو. اینو ببین، این فکر میکنه الان خیلی خفنه، اصلا یه تیزر براش نشون میده، آدم فکر میکنه واو دیگه الان اصلا هیچ حریف این نیست، مثلا تو 5 سال بعد تازه باید حرفم میزنه. این کار اصلا غلطه. شما وقتی اینقدر آماتوری اصلا صحبت نباید بکنی. خاموش. تمام، همین بود. ولی فضای فایت دوباره عوض شد. یه کیکارت هم بهمون داد و تمام. با اون کلیده ما چیکار میکنیم؟ میریم این تو و وارد یه سالن رزمی دیگه میشیم که توش میتونیم اینو بگیریم و این سری چیمون رو آپگرید کنیم. این سری نه، آره اینو میگیرم، این مال پریمونه. اینو سری میزنم به این خانم، چون اینا همه میخوام با ما فایت بدن. اینم از این، اینم از این، اینم از این. دیدین خیلی راحت با همون یه دونه اسکیلی که گرفتم چندین نفر رو از راه به در کردم. اینم از استادشون. استاد نمید، استاد کلن تو کار خوردن. تمامش، استاد مرد. نه اینا این همه زیر نظر این آقا داشتن کار میکردن. شانو ببین. ببین انقدر ازش تعریف میکنم خفن نیست، سیس یارو خوبه، استایل یارو به فایت میخوره، وگرنه که همون شانم براتون تو 2 دقیقه قضیه رو هم میارم. اینم از این، اینم از این. خیلی هم عالی. وحشتناک وحشی وارد شدم. نگاه کن. وای همین الان میخواستم بگم یه ضربه هم نتونستم بهم بزن، یه ضربه زد. یه تریک باش. خب یه دونه اون حرکت خفن رو روش میزنیم. بیا پایین بابا، بیا پایین. بیا پایین. واسه من بالا واسه داره شعر میخونه. تمام، عددی نیستی اصلا. خب فضا رو ببین چه آهنگی داره. آخ آخ شانو ببین اون پشت. بلکن بابا چی پیکاپی رو بفن فلان. همشون فقط سیس علکی دیگه، هیچ که کار رو درست بلد نیست. تمام، فقط کری خونی. خب از اینو اینجا هم میریم میخوریم به این در رو که باز میکنیم میخوریم به این 2 نفر. اینو پرت میکنیم تو سر اون یارو. از همینجا آغاز میکنیم به کتک زدن. چی میگه یو دیسپوینت فلان؟ مردی. تمام. خب من اینجا این چوبه کو
آها اینا. به به، اینم از شان و اوه یه نیو لول های اسکورم براتون دوباره زدم. این فوکس هم میبریم بالاتر و تمام. آخ شانو ببین چی جوری میاد الان، استایلو ببین، بد خفنه. C4. My arms are yours. دستان من مال شماست. این دست دیگه دست نمیشه که. Leave. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and evil. برو بریم. آخ شانو نمیتونین زیاد روش مانور پری کردم، بیشتر با حرکتاشو داج بدیم. یه داج میری دوتا میزن. آخ چوب بریم سریع با چوب میتونین دخلشو بیارین و این حرکت هم که روش بزنین دیگه هیچی تا صبح رو تک بخور. ای وای چوبمو پرت کردم. اینم از این حرکتون. این دیگه رفت تو حالت کما به خاطر اینکه اصلا نتونست با هم یه فایت خوب بده، فقط خورد. آخ پارت 2 میری تو زمین حریف. یکام از سیگاره گرفت و همه جا رو با آتیش میکشه. بیس شان خیلی بیس خفه. نه حرف نزنیم با شان عزیز. سریع با هم درگیر میشیم که ببینیم برنده کیست. عجب پریای حقی کردم شانو. ای وای ما اصلا نباید شانو بزنیم. ما باید همینطوری پری بکنیم فقط شانو که اون چی شد که اون شیلدش تموم بشه و بعد از اون میتونیم شانو ببخشیم، چون شان مرد خوبیست. ولی شیلد خودمون داره تموم میشه. وای 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 باید یه خورده دفاع کنم، یعنی باید داج میکنم. شیلدمون داره خالی میشه. تمام. و یه چند تا بزن دیگه. درسته سر شین. آها اوه شانس آوردم. ای بابا خستمون کردی. خب اولین بار اکزیکیوتش نمی کنین، میریم برای دومین بار. دیگه یه مسخرم کردی. اوه دوباره پر شد باره من. البته دیگه این بار سوم میتونین راحت بهش اتک بدین، چون دیگه فقط منتظریم اون پر شد. تمام اسپر میبخشیمشو. شاپس ولی خورد اینجاش چون ما بخشیدیمش. و شان حیرت زده از اینکه چگونه تونست مرا شکست دهد. خب این دایره ببین دومیش هم ما گرفتیم. 3 تا دیگه بیشتر نمونده که اونو حتما براتون میذارم
به پایان این ویدیو رسیدیم. خیلی دوستتون دارم. خب آقا پرونده اینم براتون بستیم، یعنی پرونده پارت 1شو. یه پارت دیگه میمونه، پارت 2شه. واقعا دلم نمیاد چون این بازی کوتاهیه و میشه سری جمعش کرد براتون. به خاطر همین پارت 2شم براتون میذارم. امروز پارت 1شو براتون آپلود میکنم، فردا هم پارت 2 رو، و امیدوارم که تا اینجای بازی لذت برده باشین، چون من که خیلی حال میکنم باش. یعنی واقعا فایت های جذاب و خیلی خوبی داره. کلا با سبک کنفو اینا که اصلا حال میکنم و این بازی هم دیگه اصلا قوقاییه. به خاطر همین پارت 2 هم براتون حتما میذارم و دم همتون گرم که تا اینجا همراه من بودین. ایجا براتون بهترین ها رو آرزو میکنه. خدا نگهدار.